مقامات قزاقستان گفتند که در نتیجه حمله روز 5 ایون در شهر اقتپه در شمال و غرب کشور در مجموع 12 حملهگر کشته، 6 نفر مجروح و 5 نفرشان بازداشت شدند. از جانب نظامیان و هم افراد ملکی 6 نفر کشته شده، 11 نفر مجروح شدند. وزارت داخله گفت که حال وضع آرام و باثبات و کاری تجارت و نقلیات به طور معمولی پیش می رود. مقامات گفتند که حملهگران جنگیان اسلامی بوده، ضد آنها عملیات ضد تروریستی برآورده شده است. در حادثه روز 5 ایون افراد مسلح به 2 فروشگاه سلاح و هم 1 قسم نظامی حمله کردند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است و این حادثه مورد بحث و تحلیل زیادی کاربران قزاقستانی شبکه‌های اجتماعی شده است. در این باره و دیگر تفصیلات این حادثه صحبت داریم با شارح بخش قزاقی رادیوی آزادی اولیم боқаш در شهر پراگا. سلام اولیم، بگویید تا این لحظه ها درباره تفصیلات حادثه های روز 5 ایون در اقتپه چی معلوم شده است؟ по последним официальным از روی معلومات آخرین 12 حملهگر که به 2 فروشگاه سلاح و 1 قسم حربی حمله کردند کشته شدند، 5 نفر بازداشت شدند، مجروحان هم هستند. از میان نظامیان و هم افراد ملکی حداقل 6 نفر کشته شدند. ما تا حال تمام تفصیلات و هم حقیقت حادثه ها را نمیدانیم. تنها معلوماتی که پخش می شود در سطح وزارت امور داخله و قسما حکومت محلی داده می شود. از روی فرضیه آنها گویا افراد نامعلوم به 2 فروشگاه سلاح حمله کرده در آنجا مسلح شدند و بعدا رفته به 1 قسم حربی حمله نمودند. گویا هدف آنها تحت کنترل درآوردن قسم حربی بود. من باری اول میشنوم که افراد مسلح در یک محل در قزاقستان تلاش کردند که قسم نظامی را به دست درآورند. معلومات درباره مسئولین احتمالی این حادثه هم خیلی زید و نقیض است. یک خبرچه نشر شد که گویا سازمان با نام نجات مسئول این حادثه است، ولی هنوز هم اطلاع دقیق و مشخص در دست نیست که چی افراد یا سازمان در پشت این نفران قرار دارند. То есть это первый раз я слышу такое, чтобы вооруженные люди в каком-то городе Казахстана пытались захватить воинскую часть. در شبکه‌های اجتماعی نفران زیاد به درست بودن روایت رسمی حمله گروه‌های مسلح شبهه کرده حادثه‌های اقتپه را تلاشی از اعتراض‌های اصلاحات زمین به سوی دیگر بردن توجه مردم در قزاقستان نامیدند. چرا چنین شبهه به وجود آمد؟ Такие сомнения, мне кажется, возникли из-за того, что شبهه با آن سبب پیدا شده است که دسترسی به معلومات در این زمینه پوشیده است. خبرها را ناکافی و هم پارچه پارچه پخش میکنند. مسئله افراطی شوی جوانها را از مدتها پیش بررسی میکنند، ولی هیچگاه به طور مشخص و با جزئیات درباره هویت این افراد اطلاع داده نمی شود. معلوم نیست که موقع مذهبی آنها چیست و هدف هم از این حمله چی بوده است. با وجود اینکه پلیس این گروه را اکستریمیست های مذهبی نامیده است، سوال خیلی زیاد است. از جمله معلوم نیست که آنها از کدام سازمانند، انگیزه این حمله چی بوده است، هدف نهایی از انجام چنین یک حمله بی‌معنی چی است. میگویند شمار آنها تقریبا 20 نفر بود. سوال این است که چی آنها را برای حمله به یک قسم نظامی وادار کرد. همه این نامعینه ها و حرف های ناگفته باعث انتقاد شدید در شبکه‌های اجتماعی شد. همه میپرسند که این آدمان کیستند و این حادثه به منفعت کی بود. سوال آنها این است که چرا محض در شرایط فعال شدن جامعه در ارتباط با اصلاحات کودکس زمین و هم توسعه نارضایت‌ها و بازداشت‌های فعالان این حادثه رخ داد؟ мотив этих людей. روزی که مقامات وزارت داخله حادثه های اقتپه را شرح می دادند، کمیته امنیتی ملی قزاقستان مسئولیت تشکیل اعتراض های ضد اصلاحات زمین را به دوش صاحبکار و هم مؤسس شرکت تولید کننده آبجو تختر تولیشف واگذار کردند. این شخص از ماه ینور به این سوی در بازداشت است و گویا از قبل اعتراض های مردمی را در چند شهر مرکزی قزاقستان تشکیل کرده است. تا کجا این دو حادثه به هم ربط داشته می تواند؟ пока никакой связи между تا این لحظه هیچ ارتباط میان حمله های اقتپه و بازداشت های مربوط به کودکس زمین به چشم نمی رسد. اظهارات کمیته امنیت ملی در روز صدا داد که عملیات بازداشت افراد حمله‌گر در اقتپه ادامه دارد.
خودی خبری در کوشش تشکیل تبادلات دولتی متهم شدن یک صاحبکاری با نفوذ محلی را هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار انتقاد می‌کنند. تولشوف در حدود چیمکن یک شخصیت معروف است. در برابر صاحبکاری با کارهای جمعیتی هم نام برآورده است. از جمله با سازمان‌های کازاک‌های روسیه هم همکاری‌های زیست دارد. او شهروند قزاقستان است ولی با سازمان‌های کازاک‌ها که در دومه دولتی هم طرفدار دارند ارتباط نزدیک دارد. بازداشت و اتهام او باز هم واکنش‌های ضد و نقیض را به بار آورد، چون که برخی میگویند در پشت اعتراض‌های اصلاحات زمین آمریکایی‌ها ایستادند و حالا مقامات میگویند که در پشت این اعتراض‌ها یک نفر رو به روسیه و کرمل قرار دارد. Начальника казаческих формирований в Казахстане. ташаккур. шорҳи бахши қазоқии радиои озоди олим боқаш ба саволҳои мо посух дод.